ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که بر اساس شکایت سه اپای و خواهر دو ساکن جوان کوچه اسپیچک حسین غنیف سال تولدش 1997 و علی جان قربانوف سال تولدش 1996 به حبس پیشکی گرفته شدند. نسبت به آنها بر اساس قسم دوم ماده 237 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام افباشی پرونده جنایتی آغاز کردند. با این دو جوان بر اساس این بند قانون جریمه با مبلغ از 60,000 تا 120,000 سومانی و یا تا 5 سال حکم زندان تهدید میکند. سه اپای و خواهر با ارسال نوار به مقامات ملیس دوشنبه شکایت کردند که هنگام سیر و گشت همراه کودکان نابالغ خود در کوچه اوفی شیروزی چند جوان افباش به آنها گپرتویی کرده با الفاظ قبیح دشنام دادند و لطوکوب کردند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت حادثه شب 14 می ساعت 23 روی داده. تفتیشات معین کرده است که غنیف حسین همراه رفیقش قربانوف علی جان در نزد منزل استقامتی جبردیدگان واقع در کوچه شیروزی قرار داشتند. نسبت به این سه خواهران گپرتویی و سخنهای قبیح گفتند، آنها را مورد آزار قرار دادند. همزمان دستگیر شده غنیف حسین با این قناعت نکرده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده جوان دختران مراجعت کننده را با مشت و لغت زیر لطوکوب قرار داده به یکی از آنها جراحت جسمانی رسانیده است. میلیسیای پایتخت تاجیکستان از آن اظهار تأسف کرده است که بعضی از جوان پسران از برتریت جنسی خود استفاده برده جوان دختران را در کوچه و راهها و گلگشت و خیابانها مورد آزار قرار میدهند و حتی در نزد فرزندان نابالغ آنها روا دیدن چنین بدرفتاری از آیین جوانمردی نبوده. این عمل غیر انسانی و غیر قانونی گمانبران را همگان محکوم می نمایند، تاکید کرده است مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه.